دوستان سلام، رفقای خوب من سلام. آقا این روزا همه جونورای عمامدار تو نظام ولایت قرص فتنه انداختن بالا. یعنی میشینن و بلند میشن هی از فتنه مینالن. یکی میگه فتنه 88 در راهه، یکی میگه فتنه اکبر داره میاد، اون یکی میگه سران فتنه ال کردن، یکی دیگه میگه سران فتنه بل کردن. خلاصه اینکه فتنه بازاریه. زمزمه های فتنه سال 88 به گوش می رسد. شیوه های مختلفی برای نفوذ از سوی دشمنان وجود دارد و باید مراقب خطرهایی که انقلاب اسلامی را تهدید می کند باشیم. منظور این شیخ ابوالدلواپس اینه که آقا جون قیام تو راهه، میگه این شکاف داره بابامونو در میاره. حالا این وسط یه جونور دیگه هم به نام این آخوند پهنیان است که همین حرفو به زبون خودش میزنه. فتنه های آخر الزمان منافقین رو لو میده. بذارید باشه فتنه ها، ما که بخیل نیستیم ولی دلمون میسوزه آدم های با سابقه دچار رسوایی بشن. یه کسی یه صحبتی کرد، جنگ رو زیر سوال برد، در واقع داشت موجب یک شقاق عمیق در ملت میشد. آهان، حالا سوالی که پیش میاد اینه که این یه کسی کیه؟ این با سابقه ای که دچار رسوایی شده کیه؟ آخوند رسایی که علاقه زیادی به مارمولک بازی داره اسم این یه کسی رو اینجوری کد پیچ میکنه. فتنه تمام نشده و فتنه اصلی و پیش رو فتنه اکبر است. فتنه اکبر در صدد نابودی ولایت فقیه است. فتنه اکبر که میگه هم منظورش قیام بزرگتره، هم فتنه‌ای که اکبر کوسه داره براش زمین سازی میکنه. بله، این فتنه‌ای که اینا میکنن یه جورایی دوگانه سوزه. جنتی لعنتی همین آدرس رو دقیق تر میده. این مسائل اعتباراً فتنه را کوچیک ندارید، این قضیه باید ادامه پیدا بکنه. هر جایی که فتنه خواست برپا بشه این باید شما حضور در صحنه داشته باشید. الان هم متاسفانه آمار ثبت نامی ها هی داره بالا میره، در خبرگان آمار بالا رفته، در مجلس بالا رفته، بالا میره. نمیدونم واقعا این برای من خیلی ابهامه. اول از فتنه‌ای که قراره برپا بشه شروع میکنه، بعد میاد میرسه به گلوگاه فتنه. یعنی همین انتخابات خبرگان آخوندی که شیخ اکبر تا تونسته براش داوطلب جور کرده تا دست جنتی و سیدعلی رو بذاره تو پوستگردو. البته این جری موشه برای اینکه تموم ابهامات رو رفع کنه تا مرز اسم بردن از کوسه هم پیش میره. یه مطلبی رو مقام معظم رهبری فرمودن، بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناس. با اسم جدید اکبر کوسه آشنا بشید. بعد از امام فتنگران و خواص بی بصیرت حالا شد سردسته شیاطین. حرف این نوچه های ولی فقیه اینه که اکبر کوسه و دوروبریاش تیشه برداشتن و دارن به ریشه نظام میزنن. حرفشون اینه که اینا با جر و باجر کردن نظام دارن زمان گر گرفتن فتنه رو جلو میندازن. صدیقی امام جمعه موقت تهران در مراسمی در قم: انسان گمان نمی کرد که روزی نگران باشد که انقلاب با برخی از معممین به خطر بیفتد و امروز نگرانی ما بیرونی نیست بلکه از خودی و از معممین است. از اول انقلاب از گروه ها نگران نبودیم، از اینکه شیطان توانسته باشد ما را مقابل یکدیگر قرار دهد و گویا صفارایی میکنیم که یکدیگر را از بین ببریم. بفرمایید.
اینم داره از شکافای مرگبار تو نظام شیاطین میناله. بله، از یه طرف زهر تا مغز استخون عثمان نفوذ کرده، از اون طرف نمایش انتخاباتم تو راهه. تازه از اینا که بگذریم انبار باروتم هست، دشمنای نظامم گوش به زنگن. خب تو یه چنین وضعیتی معلومه که شیاطین از فتنه میترسن، معلومه که قبض روح میشن. تا فردا شب خداحافظ همگی.